تا چند وقت باید خاکخوری بکنه بتونه مردم رو راضی کنه که دستگاه فونش رو براش بیارن؟ با مگه شما مغازه رو باز میکنی مشتری درجا بهت اعتماد میکنه؟ مگه اسم تو میتونه اعتبار بیاره واسه کسی که توی یه شهری تازه مغازه باز کرده؟ بابا با مردم صادق باشین. این جوون اومده 100 میلیون 50 میلیون 30 میلیون داره دوره تو رو خریده، حضوری غیر حضوری. راستشو بگو باید بری خاکخوری کنی. یه مدت هر چی برات اومد باید تعمیر کنی. دست خورده غیر دست نخورده رو باید تعمیر کنی. باید ناز این مردم رو بکشی. باید تو دلشون جاشی. نه فرش قرمز پنگ کردن برای شمایی که اومدی پیش امید محمودیان دوره دیدی مردم فقط میخوان دستگاهشونو بدن تو تعمیر کنی. بابا جمع کن خودتو. من خودم مغازم از یه جا به یه جای دیگه میبرم دوباره خاکخوری و محل میکنم. تا صبح بگو من تلفنی کار میکنم اینترنتی کار میکنم بسته برام کار میاد. بیا کنار خیابون وایستا کار کن بهت بگم بسته کار کردن یعنی چی. فکر کن اون کسی که داره کار یاد میگیره میخواد بغل خیابون کار کنه.